تا این چند روز اخیر شما شاهدی آشکار شدن و آشکار کردن یکی از مدلسین، یکی از فریبگران و یکی از خائنان علم و یکی از سیاه کنندگان عالم های اهل سنت والجماعه، اسکندر ابو محمد مدنی، که با فضل و بزرگی الله سبحانه و تعالی این انسان مدلس و این انسان خائن علم را چند از خیانت‌های علمیش را و چند از دروغ‌هایش را آشکار کردیم که این انسان اصلا قول اون عالم را دیدگی نیست، اما از نام یک عالم اهل سنت استفاده می برد و در پشت عالم اهل سنت پنهان می شد و اعتقاد تکفیری و اعتقاد خوارجیش را برای مردم تقدیم می کرد و آن سخنها را از منبعهای مخصوصی تکفیری های عرب می گرفت و برای شما تاجیکان، برای شما تاجیک های اهل سنت و الجماعت، دوستداران قرآن و سنت پیشنهاد میکرد. با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی اینها را آشکار کردیم و برای شما تقدیم کردیم. این کمبودی ها فقط در یک ویدیو بود. حالا ما هر یک ویدیو این شخصیت را زیر تحقیق و بررسی قرار ندادیم، فقط در یک ویدیو. پس اکنون شما اندیشه کنید که این انسان چقدر ویدیو دارد، در اون ویدیوها چی تدلیس ها کرده است. پس اکنون شما فکر کنید که این انسان چقدر درس ها گفتگی باشد، در اون درس هایش چقدر انسان ها را فریب کرده است و عالم ها را گپاش تغییر داده است. اکنون این فکر شما هست و شما فکر رو اندیشه کنید. فقط از یک ویدیو 3 تهمت در حق یک عالم بزرگ ابن باز رحمه الله بود و حالا باشد این تهمت چهارم، خیانت علمی چهارم، این تدلیس چهارم است. این هم باشد در همون یک سبت است، ولیکن این تدلیس در سخن ابن عثیمین رحمه الله تعالی می باشد. پس بیایید اکنون گوش می اندازیم ابو محمد مدنی چی می خواند. این عباره را بیایید یک جا گوش کنیم. ابو محمد مدنی اکنون بخوان، ما تو را گوش میکنیم. التماس درست صحیح بخوان، خیانت نکن که خیانتت آشکار می شود. بخوانش. ابن عثیمین رحمه الله در کتاب شرح توحید، قول المفید، شرح کتاب التوحید، در باب ما جاء في طاعة العلماء والأمراء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، در همین جا میگه که أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر لأنه لم يرغب في هذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله. خب این بود خواندن ابو محمد مدنی. اکنون بیایید برادران دقت دهید. ناقص کردن، بریدن قول عالم در اینجا هم کردی تو این کار رو. ببین اون جایهایی که شما میبینید خط کشیدگی است تو همینجا را خون، دوام این رو نخون. اینجا را ببین، اینجا ورگل موندگی است، یعنی که این قول بود چیدگی نیست، اینجا نقطه نیست ابو محمد، اینجا ورگل است، دوامش قول همین است، یعنی توضیح همین قول است، تعلق به همین قول داره. تو اینجا تا قول نمیفهمی، تا آخر این اینجا باید بخونی، تا آخرش که خوندی بعد تو میفهمی. اگر تا آخرش نخونی تو نمیفهمی ابو محمد. خب به هر صورت بیا برمیگردیم به اصل این کتاب. بیایید اول کتاب میرویم. این کتاب چی است؟ قول المفید. ببینید قول المفید شرح کتابی توحید است. از کی است؟ از ابن عثیمین. ابن عثیمین دو قول دارد. دو قول داشتن یعنی از قول اولش بازگشتگی است. مذهب شافعی قدیم و جدید دارد. از قول قدیم بازگشتند و قول جدید گرفتگی هستند.
ابن عباس، از چندین قولا بازگشتگی هست و عالم های زیاد داریم ما از قول اولینه اشون باز میگردن و در پیش از مردنشون، در پیش از مرگشون در کدام اعتقاد باشن یا با کدام اعتقاد یا با کدام قول اگر که وفات کرده باشن، انا همون قول آخرش گرفته می شود. پس شیخ عثیمین این کتاب را گفتیم که 1400 اصلش یعنی که آوازی است، بعد گرفته نوشتگی هستن 1417. اکنون حالا بعدتر میبینیم که کدام سال از قولش رجوع کرد، از قول اوله بازگشت و قول دوم رو گرفت. این موضوع رو حالا بعدتر توضیح میدیم. میگه که ببینید دیگه چی میگه، ترجمه میکنیم بیایید. زیرا که ابو محمد مدنی ترجمه که کرد، ترجمه او غیر خودش و هم مسلکانش برای دیگر کس لازم نیست و همچنین هر کسی که عربی دان است میداند که این شرمنده حتی ترجمه هم کرده نمیتوند. حال عربی خوانی را یک جانب بمونید، ترجمه کرده هم نمیتوند. ببینید چی میگه، اما بالنسبه لمن وضع قوانین تشریعیه، میگه اما به نسبت شخصانی که قانونهای تشریعی گذاشتگی هستند، مع علمه بحکم الله و بمخالفت هذه القوانین لحکم الله، لیکن همین انسان میگه یعنی با وجود علمش به حکم الله، حکم الله را میداند و به مخالفت هذه القوانین، و باز انا همین قانون گذاشتگیش میگه مخالف است لحکم الله. چی را؟ حکم الله را. حکم الله دا میگه مخالف است. فهذا قد بدل الشریعه بهذه القوانین، میگه این انسان تبدیل دادگی است، تغییر دادگی است شریعت را با آن همین قوانین. چطور گفتیم؟ قول پیشینه شیخ عثیمین است، قول اولش است. شیخ عثیمین این قول بازگشتگی است. فهو کافر، پس میگه که اون انسان چی است؟ کافر است. شیخ عثیمین حکمش کرده این کلمه فهو کافرون را دقت شما برادران، فهو کافرون که در اینجا میبینید، این فهو کافرون یک فایده دارد، بعدتر میاردش. اینجا این مسئله را میارد. ببینید اینجا این مسئله را میارد. این فهو کافرون را حالا در یادتون بگیرید. لانه، میگه زیرا اینکه انا همون انسانی که قوانین تشریعی را گذاشتگی است، لم یرغب بهذا القانون عن شریعت الله. ببینید اینجا را ابو محمد غلط خونده، لم یرغب بهذا القانون رو چی گفت؟ فی هذا القانون. یا بار گوش کنیم بیا. لأنه لم يرغب في هذا القانون. شنیدید چی گفت؟ فی هذا القانون. پس فی هذا القانون ای بی هذا القانون چی فرق دارد؟ ابو محمد شاید این فرق نکنی، اما این فرق دارد. بیاید حاضر در ترجمه بیانش میکنیم. ببینید میگه که لم یرغب بهذا القانون، یعنی که لم یرغب بهتر و برتر و افضل نداند این قانون را. این طور ترجمه کرده می شود، بهتر و افضل نداند این قانون را از شریعت الله. ببینید اکنون بی اینجا را بیر ابو محمد، این بی که دیگه میبینی، این بی را بای تعدیه میگن. بای تعدیه را میدونی چی است؟ اگر نمیدونی پس رجوع کن به علمی نحو. لم یرغب بهذا القانون یعنی که برتر و بهتر ندانسته است همین قانون رو، هم قانونی که گذاشت، عن شریعت الله، از شریعت الله سبحانه و تعالی، الا وهو یعتقد انه خیر للعباد والبلاد من شریعت الله، مگر اینکه میگه همون انسان اعتقاد میکند که انه هر آینه انا همین قانون گذاشتهش خیر للعباد، خوب است، بهتر و افضل است برای بندگان، والبلاد و برای شهرها، من شریعت الله، از شریعت الله دا دیده بهتر و خوبتر است. ببینید تو انا همین جر اسکندر تکفیری خواند و خلاص، دوامش را نخوان. برای چی؟ اکنون بیاید دوامش را میخوریم، واضح میشود تدلیس مدلس بودنی ابو محمدی مدنی. ببینید چی میگد، و میگد و عندما نقول بانه کافر، وقتی که میگم ما میگویم که اون انسان کافر شد، ها در بالا گفت کو، در اینجا ببینید فهو کافرون گفت، میگه وقتی که ما میگیم پس اون انسان کافر شد، فنعنی بذلك، قصد بیان میکنه شیخ تکفیری نیست، ابن عثیمین تکفیری نیست. ببین چی میگه، فنعنی بذلك ان هذا الفعل
یوصلو الى الکفری یا که یوصلو الى الکفری، هر دو جایز است. یوصلو بابی هفتمه، اگر نمیدونی از صرف بابی هفته، یوصلو باشد بابی هشته. خب یوصلو یا که یوصلو الى الکفری. دیدید؟ میگه فنعنی بذالک، یعنی که ما مقصد داریم. نعنی معناش نقصدو، یعنی که ما مقصد داریم بذالک، با همین قول گفته امان ان هذا الفعل، این که ان همین فعل یوصل الى الکفر، انسان را به کفر میرساند. ببینید شیخ تکفیر نکرد، گفت که به کفر میرساند. با وجود این شیخ از این قولش بازگشتگی است. پس این بود امروزه ثبت ما و شما چهارم خیانتی ابو محمد مدنی تکفیری. ای ابو محمد مدنی تکفیری، از الله بترس. ای بی حیا، ای بی حیا، از الله بترس. این قدر خیانت، این قدر بدبختی ها. شیخ عثیمین دو قول داره در این باب، قول اولش هم میگیری، حتی همین قول اول هم پره نمیخونی، با ذکرم نمیکنی که دویم قول داره شیخ عثیمین. ای جاهل، ای گمراه، ای بی سواد، از الله بترس. این قدر مردم به گمراهی نکشون که عذاب الله تبارک و تعالی بسیار وزمین و دردناک است. ای گمراه، از الله بترس.